ترکیب معجزه‌گر سیر و لیمو برای سلامت بدن. سیر و لیمو هر کدام دارای خواص بسیار زیادی برای سلامت بدن هستند و اگر این دو با هم ترکیب شوند می توانند باعث پیشگیری از بیماری‌های زیادی شوند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. درمان زخم معده. ترکیب سیر و لیمو باعث از بین رفتن هلیکوباکتر پیلوری می شود و در نتیجه باعث درمان زخم معده و زخم اثناعشر می شود. پیشگیری از هر نوع التهاب روماتیسمی خاصیت دیگر سیر و لیموست. سیر و لیمو باعث کاهش درد روماتیسمی می شود. از تجمع کلسیم در یکی از بافت‌های بدن پیشگیری می کند و به دلیل بازسازی سطح مفاصل از ایجاد درد در این نواحی جلوگیری می کند. تقویت سیستم ایمنی بدن. ترکیب سیر و لیمو به صورت قابل توجهی می تواند دستگاه ایمنی بدن را تقویت کند و هر نوع حساسیت پوستی ناشی از کحیر را از بین ببرد. پیشگیری از سکته قلبی و مغزی. یکی دیگر از خواص مهم سیر و لیمو کاهش رسوبات جمع شده درون رگ‌های خونی است که با انجام این کار می‌تواند چربی خون را پایین بیاورد و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی را هم کاهش می‌دهد و در نتیجه باعث باز شدن عروق قلب می‌شود و از سکته قلبی و مغزی پیشگیری می‌کند. معجون سیر و لیمو به عنوان معجون گیاهی و سنتی به شمار می‌آید. پایین آوردن چربی خون. ترکیب لیمو و سیر باعث سوزاندن چربی مضر می شود و به پایین آوردن چربی خون کمک می کند و همچنین به دلیل افزایش سوخت و ساز بدن باعث کاهش وزن هم می شود، ولی به دلیل اینکه باعث افزایش اشتها می شود باید در رژیم غذایی مناسب آن را قرار دهید. درمان سنگ کلیه و کیسه صفرا. این ترکیب برای بهبود سنگ کلیه و سنگ صفرا هم مناسب است و ادرارآور است و باعث از بین بردن ورم بدن و نفخ هم می شود. طرز تهیه عصاره لیمو و سیر. 40 عدد سیر را پوست بکنید و له کنید و 2 لیتر آب لیمو اضافه کنید و درون ظرف تیره بریزید و 1 لایه ورقه تیره رنگ دور ظرف بپیچانید طوری که هیچ نوری به ظرف وارد نشود. حالا درب ظرف را محکم ببندید و به مدت 25 روز در درجه حرارت معتدل و مناسب قرار دهید و برای مخلوط شدن کامل سیر و آب لیمو روزی 1 بار ظرف را تکان دهید. برای مصرف می توانید هر بار 30 دقیقه و یا 1 ساعت قبل از غذا با معده خالی نصف یا 1 فنجان از این عصاره را میل کنید و باید دقت داشته باشید که پس از هر بار استفاده از بسته شدن درب ظرف هم اطمینان پیدا کنید. پس از ریختن عصاره درون فنجان در صورت تمایل می توانید کمی آب به آن اضافه کنید. همچنین نیم ساعت یا 1 ساعت بعد از خوردن غذا هم می توانید از این ترکیب استفاده کنید. در صورت ممکن می توانید از این معجون هر روز صبح با همان روشی که گفته شد میل کنید. روش تهیه معجون سیر و لیمو برای قلب. روش اول: در این روش از تهیه معجون سیر و لیمو به منظور بهره‌مندی از خواص سیر و لیمو برای سلامت قلب 30 حب سیر و 9 عدد لیمو را با هم مخلوط کرده، سپس به همراه 7 لیوان آب داخل قابلمه بریزید و بر روی حرارت قرار دهید. اما باید دقت داشته باشید که نجوشد و پس از زمان کمی که حرارت دادید مخلوط را داخل بطری شیشه‌ای قرار دهید و
و در یخچال از آن نگهداری کنید. روزی نصف استکان از این معجون به مدت 40 روز پس از هر وعده غذایی بنوشید. روش دوم، به منظور تهیه ترکیب سیر و آب لیمو در ابتدا 1 لیوان آب لیمو، 1 لیوان آب سیر، 1 لیوان زنجبیل و 1 لیوان سرکه سیب را با هم مخلوط کنید. سپس محلول به دست آمده را اجازه دهید به مدت نیم ساعت بر روی حرارت بماند تا 1/4 آن تبخیر شود و پس از خنک شدن به آن 3 لیوان عسل اضافه کنید و داخل ظرف شیشه‌ای قرار دهید. روش سوم، 30 حبه سیر را ریز کنید، سپس 6 عدد لیمو را پوست کنده و خرد کنید و حالا سیر و لیموی خرد شده را داخل مخلوط کن قرار دهید و به آن کمی آب اضافه کنید. سپس مخلوط به دست آمده را در قابلمه بریزید و به آن 2 لیتر آب اضافه کنید. اجازه دهید به مدت 5 دقیقه بر روی حرارت بجوشد. سپس صاف کرده و داخل بطری شیشه‌ای قرار دهید.